اینجا آرامگاه بهشتی زهرا در تهران است. بعد از خروجی کرونا ویروس هزاران نفر را اینجا دفن کردند. بر طبق آماری رسمی 21,000 کس در ایران فوتیدند و بیشتر از 10,000 نفرشان در تهران. پاندمی احوال بد اقتصادی ایران را بدتر کرد. دکانداران اثرات بیماری به صحتی و تجارتشان را آشکار می‌کنند. بعد از 13 به 10 تو خونه هم بودم، رعایت هم می‌کردم، ولی مریض گرفتم. اصلا بیرون هم نمی‌اومدم، این الکی گرفتم. یک هفتهش ناراحتی تنفسی و اینا داشتم. نزدیک 1 ماه هم بدن درد. هنوزم باز اثرش تو بدنم هست. الان کم کم بکنم 4-5 ماه کرونا اومده، همه کاسبی‌ها هممون خوابیده. صبح و شبون اصلا مثل هم شده، هیچ فرقی نمیکنه. انقدر خلوته، خیلی از کاسبا 6 بعد 5 بعد میرن. کاسبی هم خوابیده. در تهران خطر سرایت بیماری زیاد است، اما بسیاری ها از ناچاری بیرون می آیند و به گفته دکانداران فاصله گیری جسمانی را رعایت نمی کنند. ولی بعد از اون غروبا که ملت میان بیرون، انگار نه انگار کرونایی هستش، بیماری هست، مریضی هست. نه، خیلی عادی، طبیعی. ترسشون ریخته نسبت به مریضی کرونا. خیلی ها رعایت نمیکنن، یا تو تاکسی نشستیم 3 نفر نشستن، 4 نفر نشستن، ما صورتشون نیست، الکل تو جیبشون نیست، ضد عفونی نمیکنن، همچی بیخیالن، انگار نه انگار کرونا است. اگر بگیره گریبان بشه خیلی بدتر میکنه. مترو که افتضاح اصلا کلا. مترو اصلا یه ایله سوار میکنه، اصلا تقسیم بندی دیگه نداره. اکثریت شبهه دارند که آماری رسمی بیانگر مقیاس واقعی بیماری در ایران است. طبیعتا خیلی از دور و بریای ما هستن که مثلا کرونا گرفتن، تو اصلا آمار کرونا نبودن، خودشون تو خونه خودشونو بستری کردن، خود دارو خوردن، خوب شدن. این به اصطلاح این 2000 خورده 2500 تایی که مثلا در روز اعلام میکنن، من فکر میکنم خیلی بیشتر از اینا باشه در تهران، چون اینی که خود سازمان بهشت‌زهرا اعلام میکنه 100 خورده فوتی میده. خب طبیعتا بیماراش هم بیشتر از این حرف هست. شفاخانه ها در قبول بیماران مشکلی میکشند. طبیبان از نارسایی وسایل محافظتی شکایت دارند. عین زمان دکانداران از پیامدهای تاخت و تاز ویروس برای اقتصاد نگرانند.